چون که آموزش قبلی که با شعریه بود و خیلی دوستش داشتین، یه آموزش دیگه با شعریه براتون آماده کردم. این بار توپک پنیری با شعریه و شیر عسل. مطمئنم عاشقش میشین از بس که خوشمزه است. بریم ما هم دیگه تستش کنیم. به به، طعمش عالیه. این توپک پنیری برخلاف شعریه قبلی که هم خیلی زود آماده میشد و آسون بود، هم یکم دیرتر آماده میشه، هم مواد بیشتری نیاز داره. همه مواد رو با هم دیگه هم میزنیم، آب رو کم کم بهش اضافه میکنیم. اول با دستکش ورز میدیم و بعدش هم با دست میزنیم تا استراحت کنه. استراحت کرد، اندازه یه گردو از موادمون برمی‌داریم، وسطش رو باز میکنیم، پنیر میذاریم و میبندیمش. شعریه ها رو کاملا خوردش میکنیم. توپک ها رو اول توی شیر و بعدش هم توی شعریه میزنیم و توی روغن فراوان سرخش میکنیم و روش رو شیر عسلی میریزیم. نوش جونتون.